برادری سوال کردن که درباره خیانت‌های پسردیک‌ها، درباره خیانت‌های آنها یک پیام و نصیحتی داشته باشید. خب برادران و خواهران عزیز، برای این گونه برادران که پسرندگی میکنند و حق مهاجران مسلمان را میخورند و عموما برای هر نفری که با حقوق مردم سر و کار دارند و حق دیگران را از راه نادرست، از راه دروغ و فریب یا که از راه ظلم و ستم یا که از راه دزدی میخورند، یک پیام از جانب پروردگار عالمیان دارم. این پیام را میخواهم برای این برادران برسانم، برای هر نفری که حق دیگران را از راه باطل میخورد میخواهم این پیام پروردگار را به آنها برسانم. خوب با دقت و با گوش عبرت بشنوند. الله رب العالمین درباره چنین نفران میفرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم. ای شخصانی که شما ایمان آورده اید، مالهای یکدیگر را به باطل نخورید، یعنی مالهای یکدیگر را از راههای نادرست و نامشروع، یعنی از راههای دزدی، از راههای دروغ و فریب، از راه ظلم و ستم نخورید، مگر اینکه تجارت با رضایت شما انجام گرفته باشد. یعنی که مگر اینکه داد و گرفتی که با رضایت شما صورت میگیرد، این برای شما درست و حلال است. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. و خودکشی نکنید، همانا خداوند برای شما، خداوند بر شما مهربان است. و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلك علی الله یسیرا. و شخصی که این کارها را انجام دهد، یعنی شخصی که مال دیگران را بناحق بخورد، از راه دزدی، از راه دروغ و فریب بخورد، یا اینکه خودکشی بکند، فسوف نصلیه نارا، زود است که او را در آتش جهنم می اندازیم. صدق الله العظیم. ببینید برادران و خواهران عزیز که الله رب العالمین با الفاظ واضح و روشن اینقدر وعید سخت ارشاد فرموده اند. اون برادرانی که حق دیگران را میخورند خوب اندیشه کنند، این سخن پاک پروردگار را خوب اندیشه کنند و خوب گوش کنند که عاقبت کسانی که حق دیگران را میخورند، خصوصا حق مهاجرانی که در وطن اونها را یک عائله کلان انتظار است، دستنگر این نفران هسته، حق اونها را وقتی که میخورند گناه بسیار بزرگی را مرتکب میشوند و عاقبت خود را خوب اندیشه کنند که آتش جهنم است. برادری که حق دیگران را میخوری، از عاقبت خود اگر کمی اندیشه کنی، من فکر میکنم که هرگز حق دیگران را نمیخوری. اگر ذره ایمان داشته باشه، برادرایی که حق دیگران را میخوره، اگر ذره ایمان داشته باشه، قطعا از حق خوری دیگران پرهیز میکنی. من فکر میکنم که برای اون نفرانی که ایمان دارند، یک ذره ایمان در وجود آنها هسته، همین یک آیت برای آنها کفایت میکنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.